یک روز دیگه احتمالاً به عید مانده، چه آمادگی‌هایی گرفتین به عید بخیر؟ والا همین چیزی که سابق بود هم آمادگی‌های سابق گرفت. ما که می‌بینیم نه تنها در مرادخانه کابل بلکه در سراسر ولایات و به ویژه در کابل بسیار تدابیر امنیتی گرفته شده به خاطر امنیت. خود چقدر خرسند هستی از این موضوع؟ عید تبریک به کل ملت افغانستان تبریک باشه. عید شما همچنان پیش مبارک باشه. والا چیزی که رسم رواج است دیگه، کوشش ما اینمی است که رسم رواج خود پیش ببریم. خدا همه امارت اسلامی را کل گلزار داشته باشه، بیادرای ما را خوشحال داشته باشه، کل گیره اتحاد و اتفاقشان یکی کنه. هموطنان نازنین سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر جایی که هستین صحت سلامت باشین و ایام پربرکت ماه مبارک رمضان تا این دم با خوبی و خوشی سپری کرده باشیم. بیننده های عزیز، امروز ما آمدیم در مرادخانه شهر کابل و اینجا با آمدن عید سعید فطر و احتمالاً یک روز دیگه به عید مانده و ای که اینجا بسیار ازدحام است و هموطنان عزیز ما هر کدامشان مصروف کاروبارشان هستند، مصروف خرید و فروش هستند. یعنی آنقدر ازدحام است که ما هم تلاش کردیم یک جای پیدا کنیم به خاطر صحبت کردن و ما تلاش میکنیم که بیشتر صحبت کنیم در مورد آمادگی های عید با هموطنان نازنین خود. شما بیننده برنامه باشین و مرا تعقیب کنین. کاکا سلام، خوب هستی؟ جانک جور است، خسته نباشی. سلامت باشی، خوب هستی، بخیر هستی، زنده باشی. چی حال داری؟ امروز رمضان چطور هستی؟ والا خوب هستیم، رمضان هستیم دیگه، روزه هستیم میگذره. چطور است در رابطه با آمادگی های عید؟ خودت اینجا چی کار میکنی و اسمتان؟ اسم ما گلنواز هستیم، اینجا مساله میفروشیم سر کراچی. خب دیگه سر کراچی میفروشیم، خوب است، خدا مهربان است. یک لقمه پیدا میشه آتاری خوش. خدا را شکر. چند سال میشه که مصروف همی کار هستی خدا؟ مصروف کار تقریبا یک 30 سال میشه. خب 30 سال میشه. این مسائلی که با فروش میرسونی اینا را در خانه جور میکنی یا که باز از منده خریداری میکنی میاری؟ مرچ مساله دار را در خانه جور میکنیم که سیر بد بلا، یعنی زرچوبر از منده میخریم و رنگ سرخ از منده میخریم، یعنی مرچار از خودمون با چارکار میاریم. خب بسیار خوب. مرچ چارکار که از بسیار زیاد مشهور و با مزه آمد. از اموج هستیم، خودمون آدم چارکار. باشنده چارکار هستیم؟ بله بله. دیگه مهارت ماشاءالله شاید داشته باشین در ساخت سازش. بله بله داریم. بسیار خوب. بسیار خوب. یک روز دیگه احتمالاً به عید مانده، چه آمادگی‌هایی گرفتین به عید بخیر؟ والا همین چیزی که سابق بود هم آمادگی‌های سابق گرفتیم، رسم و رواج سابق، چیزی که هم پدرای ما کردیم، ما رسم و رواج میکنیم. ان شاء الله بخیر که یک عید پر از خوشی و صمیمیت داشته باشیم. الهی آمین برای کل مسلمانای افغانستان. زنده باشی، سلامت باشی، وقت بخیر. زنده باشی. کل مسلمانان را خدا توفیق بده که مملکت ما جور شود برادر، که استحقاقش بالا بره، مردم از این پریشانی خلاص شود. ان شاء الله بخیر، با امید آمدن روزای خوب و بهتر. و توکل پروردگار دیگه. بخیر باشید. سلام، خوب هستی بیادر؟ جان جور است، خسته نباشی. علیکم سلام، شکر، خوب هستم. خود زنده باشی، خود خوب هستی؟ سلامت باشی. نامتان اگر یک معرفی داشته باشیم از خودتان؟ جمال هستم از کابل. خب چه کار میکنی خودت؟ نمی کراچی است، کاکاو تغذیه چیزاست. چطور است باز فروشات؟ شکر از خوب است. بسیار خوب. در رابطه با اینکه فروشاتتان ماشاءالله خوب است، خدا را شکر، چی آمادگی های به عید گرفتین؟ احتمالاً یک روز دیگه به عید مانده، به خودتان به فامیل اگر بر ما قصه کنین. آمادگی زیاد خونه گرفتیم، آمادگی کم گرفتیم، یه مثال کالا مالا چپلی و چیزا کمش چیز گرفتیم. بخیر ما که میبینیم نه تنها در مرادخانه کابل بلکه در سراسر ولایات و به ویژه در کابل بسیار تدابیر امنیتی گرفته شده به خاطر امنیت. خود چقدر خرسند هستی از این موضوع؟ از این موضوع بسیار خرسند هستیم، شکر الحمدلله امنیت ما را خوب گرفته، بسیار راضی هستیم ازش. زنده باشی، سلامت باشی. در اخیر میخوایم پیام تا داشته باشیم به هموطنان عزیز ما.
کمره ما در خدمتتان است. زنده باشه کدام هم دیش نداره. خب پیام ایدی هم ندارین؟ پیام ایدی برشان تبریکش از پیش از دیری را برشان تبریک میگم. زنده و سلامت باشید و شما هم پیشا پیش مبارک باشه. بخیر باشه. خوب هستی بیادر؟ سلام جان جور است، خسته نباشی. زنده باشی بخیر باشی. چطور هستین؟ امروز ماه مبارک رمضان بخیر سپری میشه؟ ماه رمضان مبارک به خوبی سپری شد. خدا را شکر. چطور است فروشاتتان؟ ما که میبینیم همینجا قلم است و وسایل برقی است. والا خوب است دیگه، مردم میخره، فهمیدی؟ کسی که ضرورت داره میخره، یکی ضرورتش هست آنها میخره دیگه. فروشات خوب است دیگه، بازارها خود صحیح نیست، غنیمت است دیگه، شکر است. خدا را شکر به همیشان. باشنده کدام ولایت هستین؟ من از پنجشیر هستم. کدام ولسوالی؟ ولسوالی دره. بسیار خوب. در رابطه با اینکه یک روز دیگه احتمالاً به عید مانده، خودتان چقدر آمادگی دارین و اینکه تصمیم دارین کجا چکر برین؟ آیا تصمیم گرفتین یا خیر؟ والا من خب فعلا خودم خانه دور است دیگه، خودم اینجا مسافر هستم. خانه پنجشیر است؟ خانه پنجشیر است فعلا. نمیری پیش فامیلا؟ نه دیگه فعلا هستم دیگه، باز بعد از عید میرم ان شاء الله. خود ایدام دیگه کار میکنید شما؟ والا دیگه مجبور هستیم چی کنیم، کاروبار دیگه از این پیش کنم. چندان روزای دیگه ماندیم دیگه. خیر باشه ان شاء الله، بخیر پیش فامیل هم برین. فامیل امکان نداشت که بیارینش کابل که اینجا همراه خودتان باشه؟ نه والا اونجا یک ذره ملک زمین هست و خانه پدری است، یک چاره و پرده میشه. اینجا نال کرای خانه و برق چیزا مشکل است دیگه پورا کردنش. خب در اخیر میخوایم پیامت داشته باشیم، یک پیام ایدی اگه داشته باشی در خدمتتان است کمری ما. عید تبریک به کل ملت افغانستان تبریک باشه. عید شما همچنان پیش و پیش مبارک باشه. زنده و سلامت باشین، بخیر برین پیش فامیلتان. بخیر باشه. زنده باشین. هموطنان نازنین، ما در بازار مرادخانی شهر کابل هستیم. بیشتر صحبت ها می داشته باشیم با هموطنان نازنین ما که یکی از برادرها در کنار ما هستند در رابطه با آمادگی های عید. بیشتر با اینا صحبت می داشته باشیم. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ و علیکم سلام، زنده باشی بخیر باشی. در ابتدا اگر خودتان یک معرفی داشته باشین، از کجا هستین و آیا باشنده اصلی کابل هستین؟ بله باشنده کابل هستم. نام است روزی خان. روزی خان؟ روزی خان. نام خدا چی یک نام زیبایی دارین. تشکر. خب خودت چی کار میکنی؟ نه دست فروشی میگن، کراچی است، این خوراکه مفروشی. خب چطور از بازار فروشتان خوب پیش میره؟ والله شکر است، ماه مبارک رمضان خوب بود. دیگه از عبادش هم خدا مهربان است. ان شاء الله بخیر، خداوند مهربان است. در رابطه با آمادگی های عید بر ما اگر قصه کنین که چی آمادگی های گرفتین خودتان با فامیلتان؟ والا چیزی که رسم رواج است دیگه، کوشش ما نمی است که رسم رواج خود پیش ببریم دیگه. خب از رسم رواج نام بردین، همین رسم رواجی که دید میشه خودت به عنوان یک شهروند خوش هستی یا که اسراف است همین مثلا مصارفی که فامیلا میکنن؟ والا به اندازه بگیره مردم خوب است، نه که یگان تا از بسیار بیشتر میگیره، به اندازه باشه خوب است. به اندازه باشه. یعنی نه زیاد خرج کنیم و نه ای که اش نکنیم. باشه خوب است. باشه خوب است، چون رسم عنعنات ماست دیگه. خودت چه تصمیم داری دید کجاها چکر بری؟ والا فعلا خودت تصمیم نگرفتیم دیگه، در خانه باز سرش گپ میزنیم کجا بریم کجا نریم. ان شاء الله بخیر. ما که میبینیم بسیار تدابیر امنیتی هم گرفته شده، خودت به عنوان یک شهروند چقدر از این اقدام خرسند هستی؟ والا بسیار خوش هستم، خداوند خیرشان بده. والا ما دنیا چارایی دیدم استاد بودن. بله. خداوند دیگه اجرش بتشانه. زنده باشی، با امید از اینکه امنیت در افغانستان هم تو پایدار باقی بمانه. الهی آمین. خب در اخیر اگر یک پیام ایدی داشته باشی؟ حالا عید خوش به تمام هموطنان عزیز خود میخوایم دیگه، چیز نداره نه چی بگیم دیگه. همین دیگه بهترین پیام است که عید برشان تبریک میگی. زنده باشی، خیر وقتتان بخیر. وقت شما بخیر. خداحافظتان. بیادر سلام، خوب هستی؟ جان جور است؟ و علیکم سلام، شکر فضل خدا. اسمتان؟ اسم من دلاغا. راننده هستین خودتان؟ راننده شهر کابل است. خب در کدام مسیر شما کار میکنین؟ ما مسیر در شهر کابل. خود تنها در شهر کابل کدام ازگار کار میکنین؟ همین سرچاوک و کارتینا و ارزان قیمت. چطور از باز کاروبارتان میشه در یه واقع؟
شکر از فضل خداست، برکت رمضان است کارمون. رمضان هم بخیر سپری میشه. بخیر. آمد دید است تقریبا یک روز دیگه به عید مانده. خودت چی آمادگی های گرفتی؟ والا آمادگی به خانواده خود، برای طفلای خود میوه خشک و کالا و باسکت و این چیزا را آمادگی گرفتیم دیگه. خب با خود نگرفتی؟ با خودم گرفتیم. ماشاءالله بخیر استفاده کنید. بخیر باش. خب در رابطه با این که شما آمادگی هم گرفتین، آیا تصمیم داری کدام جای چکر بوری نری یا ای که تنها در خانه می باشی؟ نه، تصمیم خدا داریم انشالله که پشتکار گرفته و با ولایت لغمان خود بریم. خب باشنده لغمان هستی؟ باشنده لغمان هستم. خب چند سال میشه که در کابل؟ 10 سال میشه زندگی می. خانه از خودتان است یا خانه کرایه است؟ نه، کرایه است. خانه کرایه است. باز میتونین از این کرایه یک موتر شما مصارفتان پورا کنین؟ میشه، شکر و فضل خداست، خدا میچلانه. خب کرایه خانم میشه، خانم میچله. شکر. میخوایم پیامت داشته باشیم، پیام ایدی چی داری به هموطنان عزیز ما؟ کمری ما در خدمتتان است. پیام ما به هموطنان عزیز است که اول خب عید مبارکی بر کل میگم. و بعد از او یک عید خوش برشان میخوایم. زنده باشید و شما هم پیش مبارک باشه، عید خوب خوش داشته باشید. بخیر باشید. زنده و سلامت باشید. و همچنان صحبت می داشته باشیم با یکی از کسایی که در کنار ما هستن. سلام آجی صاحب، خوب هستی؟ جان جور خسته نباشید، دست درد نکنه. سلامت باشی. این طرف استا چاییم که سرک از موتر بند نشه. در ابتدا اگه یک معرفی داشته باشی خودت. اسم ما محمد حکیم، باشنده کابل هستم. باش ما فعلا در نواباد شاه شهید است. خب در نواباد خاطر خرید کردن آمدین اینجا؟ بله، یکان چیز گفتم بخرم، گفتن همیشه فردا عید باشه یا پس فردا عید باشه. خود دیگه پشت سودا عید آمدین خودتان. بله. چطور از باز فروشات چی رقم دیدین؟ قیمت خو نشده؟ والا خوب است دیگه، قیمت از کم آره امروز صبح. از دیگه وقتا که بسیار قیمتش کم بالا رفته. و همچنان ما که میبینیم بسیار تدابیر امنیتی هم گرفته شده. خودت از نواباد آمدی، خودت چقدر از این اقدام خرسند هستی که هموطنان میتونن به خیال راحت گشت و گذار کنن؟ والا اطلاع است که امارات اسلامی آمده، شکر فضل خدا در هر جای امنیت از پیش از عید بعد از عید بسیار ازشان خوش هستیم. مقصد منتها همه قشو کمی کاروبارای مردم دیگه هم رونق بگیره، انشالله بخیر هم مشکلات آرام آزاد شود، مشکلات کلگی رفع شود. انشالله بخیر هم مشکلات به مرور زمان حل میشه. خب آجی صاحب اگر در رابطه به این بگوین که آمدید از پشت سودا آمدین، آیا به کسایی که ندارن خودتان هم کمک کردین نکردین؟ ما همیشه سودا گرفتیم، ما یک چیز دیگه مونده او رو میگیریم، کمک هم کردیم، از دستیم که چیزی شد بر وطندارای خود کمک هم کردیم. ماشاءالله زنده باشین. در اخیر اگر یک پیام ایدی داشته باشی به هموطنان؟ پیام ما است که خدا امی امارت اسلامی را کل گلزار داشته باشم، بیادرای ما را خوشحال داشته باشه، کلگی را اتحاد و اتفاقشان یکی کنه، خدا دگام خوشحالی رو بیاره. زنده باشی، سلامت باشی. ایدم بر خودتان تبریک میگم. همچنان پیشا پیش عید خودتان مبارک. سپاس از قصای شیرینت. زنده باشی، الله مددگارتان باشه. مددگار شما باشه. سلامت باشه. بیننده های نازنین، ما در بازار مرادخانی شهر کابل هستیم و شما هم میفهمین که ماه رمضان است. ما هم دیگه خسته شدم، در اینجا آمدیم در کنار یکی از کسایی که عطر مفروشن، بیشتر با اینا صحبت میکنم. آمدم همینجا صحبت می داشته باشین. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ جور خیرات قراری ده خوب هستی؟ زنده باشی. امرای ماه مبارک رمضان چطور سپری میشه؟ شکر الحمدلله، بختور میاشته، خواه میاشته، بختور میاشته، ما که خوشحاله بکی. خب همه مسلمان ها خوش هستند به این ماه پر خیر برکت. نامتان باشنده کدام ولایت هستین؟ ما نام گلعالم ده او ده ولایت پروانی ما. پروان ولایت. خب ده پروان ولایت بکم لکوم ولسوالی که؟ ده کویساپی ده ولسوالی ولایت پروان. خب خودت چی کار میکنی؟ من یک سوال پشتو کردم، حالا زیاد اگر پشتو بگویم از پیش اشتباه نشه. خودت چی کار میکنی؟ ما همی عطر میفروشم، عطر خرڅوم. عطر مفروشی. این عطر از کجا میاری؟ واقعا بویشان هم بسیار هم تو خوشایند است. عطر خو من راوړو منډی نه ده، صدر مارکیټ نه راوړو منډی نه. خب ما از منډی. باز چطور از فروشات؟ خدای بس گزاره کوي، خپل کور پردم پکېږي، کورم چلیږي په. خانه کرایه است؟
خانم کورم کرایه دیو. خودت احتمالاً یک روز دیگه و عید مانده، چقدر آمادگی گرفتی به خودت، به اعضای فامیل و آیا ای فروش ادویات میتونه کفایت روزگار تا کنه یا خیر؟ دو غنه کیږي چې خپل کور پردان کیږي، خپل کورم په چلیږي، نور اضافه پیسې نه کیږي، خالی هغه دو غنه وکړو چې خپل کور په وچلو. آمادگی باید گرفتین؟ آمادگی گرفتم. خدا را شکر دیگه. حالا عید روزای دیگه روزای خوشی ما مسلمان ها هست، یا هر کس نظر به توان خود آمادگی می داشته باشه. در رابطه به این اگر بگوین که همین کسایی که زیاد مصرف میکنن در عید مثلا زیاد پیسه خود مصرف میکنن، همین کار خوب است یا خیر؟ چې اضافه پشه نه ورکوي اسراف، خو اسراف دی، هغه ته اسراف یو صحیح په ځای مصرف کی، هغه اسراف نه دی، بې ځایه پیسې خدا خو اسراف کې راځي چې بې ځایه مصرف وي. زنده و سلامت باشی، بخیر باشی. خوش شدیم که امروز صحبت کردیم. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام، خوب هستی برادر جان جور است؟ شکر الحمدلله. خوب هستی شما؟ اگر در ابتدا یک معرفی داشته باشیم، اسمتان، باشنده کدام ولایت هستین؟ اسمم محب الله، باشنده کابل هستم، از قریه بتخاک. خب از بتخاک هستین. خودتان چی کار میکنین؟ این خوراکات چیزای خارجی میفروشیم. خب چطور از باز فروشات نزدیک ادامه است؟ والا فروشات خوب بود، فعلا دیگه ضعیف است، از موقع نمیشه. همین چیزای عید که نباشه، چیزایی که از شوقی خورده میشه. خب اصل از چیزا زینیاست که از دلشون میخره، نشون نمیخره. با چطور از کفایت روزگار میشه امروز یا خیر؟ والا شکر از دیگه. خب اصلی باشنده بتخاک هستین؟ اصلی بتخاک هستیم. از کابل هستیم، ولو سوالی بگرامی قریه بتخاک. خودت قبلا گفتی که به چند زبان میتونی صحبت کنی؟ همین یک سال بگو مریض هستم، مشکل دارم. حاله به زبان اردو یک سلام علیک داشته باش. بانش دیگه باز بچه هاست نمیکنی؟ نه چرا خنده کنن؟ خب اگر داشته باشه خیر از دامو گپ خیرم فاره خاصه ایست. همین که صحبت هم کردی همه چیز از خیر ببینی. ما که میبینیم بسیار تدابیر امنیتی هم از واقعا همه ما خوش هستی بزی. خودت چقدر خرسند هستی؟ ما والا بسیار خوش هستم از امارات، امنیتش خوب است، خوش هستیم ازش. یک نمقه خوش هستیم، یک نمقه مشکل داریم که اقتصادای مردم یک ذره خراب است. یک ذره دنیمیان فکر کنه، یکان فامریکا و چیزا فعال کنه با مردم، کار چیزا زمینه برابر کنه، دیگه کدام مشکل نیست. ان شاء الله بخیر هم مشکلات حل میشه. خودت چقدر آمادگی گرفتی به عید؟ والا چیزی که سابق میگرفتم مالم گرفتم، نظر به روزگارم. بسیار نظر به روزگار نمک گرفتیم، از دیگه بیشتر دیگه چیز کردن نمیتونیم. خب در اخیر اگر یک پیام عیدی داشته باشیم میتونی که پیامتان تمام مردم مسلمان تبریک میگیم در هر کشوری که باشه. خب عید شما هم پیش مبارک باشه. زنده خود شما هم چنان مبارک. همکارتان با خودتان زنده باشید. بخیر. آجی صاحب سلام علیکم، خوب هستی؟ جان جور است؟ علیکم السلام. شما خدا کنه که جور صحت باشین و خوش آمدید. در بازار ما به نام بدخشان مارکت که سابق به نام بازار بوش بود، فعلا به نام بدخشان مارکت نام مونده. تشریف آوری شما رو خیر مقدم میگیم و خوش آمدید. زنده باشی آجی صاحب. اگر در ابتدا یک معرفی داشته باشی به هموطنای نازنین ما که خودت بیشتر بشناسن، شما رئیس یک مارکت هستین و ما هم خوش هستیم که با خودتان صحبت داریم. شما زنده باشین. اسم آجی محمد عثمان علمیار، رئیس یا نماینده مارکت بدخشان. ما که میبینیم وقتی که ما طرف برنامه آمدیم در هر ایستگاه نیروهای امنیتی حضور داشتن، یعنی تدابیر امنیتی خیلی با نزدیک شدن تقریبا یک روز دیگه به عید مانده شدید تدابیر امنیتی گرفته شده. خودتان چقدر از این اقدام خرسند هستین؟ والا یک چیز براتان بگویم همشیره گل که هی خواست و آرزوی تمام ملت افغانستان، چی خرد، چی بزرگ، چی جوان، چی نوجوان، همش تشنه صلح، تشنه آرامی، تشنه امنیت است. و فعلا ما و شما میبینیم که الحمدلله مردم بسیار به فضای صمیمیت، برادری، مردم بسیار به حوصله‌مندی، به فضای پر از محبت و صمیمیت و آرامی پشت سودای خود، پشت روزگار خود میگردن. انشالله کلگی راضی است و ما دیگه بیشتر راضی هستیم به خاطر از اینکه ما اولاد داریم، نواسه داریم، فرزند داریم. اونا که دفعه از ما خود تیر شدن، اونا که در فضای آرامی زندگی میکنن، این
کلانترین آرزوی ماست. زنده باشی حاجی صاحب. چطور از باز کنترل بازار در آمدید؟ شما یک رئیس مارکت هستین، یا کنترل شده بازار از گران فروشی ها یا خیر؟ ما اینمی دمی 2-3 روز پشت یگان بعض سوداهای خانه که مبراهیم میگیریم، 1000 بار شکر نسبت به پارسال تقریبا ایره به صراحت میگم که 30% 35% تخفیف آمده در جنس. یعنی ما خودم شخصا که می سودا را خریدم، من کاملا رضایتم 100% رضایت دارم. 1000 بار شکر، خوش هستم. یعنی تخفیف آمده، تخفیف قابل ملاحظه آمده که کل دوستایی را نگویند که والا ما کدام اضافه روی میکنم. بله. یعنی ما شخصا که میخریم چیزی که حقیقت است میگم، تقریبا 30% 25% نسبت به پارسال، نسبت به سالهای گذشته تخفیف آمده. حاجی صاحب اگر سر اصل موضوع بیایم، آمدید از خودت چقدر آمادگی ها گرفتی شخصا به خودت، به اعضای فامیل محترم؟ والا از ما همشیره گل یک حساب است که ما اصلا زاده این کابل هستیم، باشنده این کابل هستیم. 1000 بار شکر تمام دوست اقارب خیش قوم کل دمیج است. بسیار عالی. تو نیست که ما بگوییم والا ما میریم تا از اطراف هستیم، همون طرف چون کلگی نور چشم است. این میمونایی که از اطراف هم هست اینجا در مارکت از دوستا که هست که میباشن میان به عیادت عید، به عید مبارکی میان خانه ما میان و ما خانه دوستا میریم. 100% آمادگی را گرفتیم. خب زنده باشی حاجی صاحب، تشکر، سلامت باشی. اگر در اخیر یک پیام ایدی داشته باشی به هموطن عزیز ما قبل از فرا رسیدنی؟ والا همشیره گل شما رو بازم تشکر از آمدنتان که شما مردم از پل ارتباط بین مردم و دولت و جامعه هستین. ایره دست کم نمیگیریم و تشکر میکنیم، سپاسگزار هستیم که شما این صدای ما را به گوش مردم میرسانین، صدای مردم را به گوش ما میرسانین و صدای مردم را به گوش دولت میرسانین، مشکلات مردم میرسانین. سپاسگزاری میکنیم و پیام کدام پیام خاصی ندارم. پیام است بمیست که یک عید خوشه که دینیمی 2-3 ساله که یک فضای آرامی، به فضای صلح، به فضای امنیت سپری کردیم. بازم به امید و نمو آسایش آرامش هستیم که بازم بخیر به مو خوبی و دور از امی خشونت و دور از امی تعصب و دور از امی نجات پرستی یک عید خوش داشته باشیم. به تمام مردم افغانستان، به تمام کافه ملت افغانستان، به تمام ملت افغانستان و جهان از طرف ما تبریکی برید میتیم. زنده صاحب سلامت باشی. خیلی خرسند هستیم که از قصه کردین، واقعا قصه هایتان خیلی دلچسب بود. سلامت باشید. شما هم زنده باشین. تشکر، زنده باشین. چون وقت چای هم نیست، وقت نان هم نیست که ما زنده باشید. شما زنده باشین. همه قصه هایتان، همه قصه های شیرینتان هم چیز است. بخیر باشید. والا چون یک در ماه رمضان است، اگر نه قصه ها زیاد است، یعنی سخن ها زیاد است، پر حرفی نمی کنیم که دوستا خسته نشن. انشالله یار زنده صحبت باقی. انشالله بخیر سلامت باشید. سلام بیادر، خوب هستی؟ جان جور؟ سلام، شکر. تازه که هستی؟ خیرت ده. زنده باشی. در ابتدا اگر یک معرفی داشته باشی، اسمتان باشرده کدام ولایت هستین؟ نوم منهاج ده کابل ولایت نیما د سروبی دی ولسوالی نه. خب خودت امروز آمدی به شهر خرید کردن؟ نه والا امروز خو آمدم، رسمیت دارم اینجا، وظیفه این بود. از وال بر آمدم به خرید میرم. حالی آمدید از خودت چی آمادگی های گرفتی به خاطری؟ والا خو روزه از دیگه چی هم بگیریم، فهمیدی روزه از دیگه بخیر میگذره، تیر میشه انشالله دیگه. آرامی امنیت باشه، نمی کل چیز از دیگه. خب ما که میبینیم تدابیر امنیتی هم گرفته شده و در هر ایستگاه نیروهای امنیتی حضور دارن. خودت چقدر خرسند هستی از اقدام؟ والا خوشاله لدی اقدام نه خوشاله په دې باندې خوشاله چې د کابل په ټولو ښار کې په ټولو دروازو کې ان شاء الله امنیتي تدابیر نیول شوي دي او هیڅ نوې مشکل نشته ده. د ملکیانو په بخش د همداسې نظامیانو په هغه کې د خصوصا په د کابل په ښار کې ډېر رابندي ګشت و گذر جوړ شوی ده او ټول تدابیر ورته دولت لخوا نیول شوي. ان شاء الله هیڅ مشکل نشته ده. زنده باشی. بیا در اخیر یک پیام دی اگر داشته باشی به هموطن عزیز ما، کمری ما در خدمت شماست. بس ټول هیوادوالو ته، اول تاسو ته، کامرامان صاحب ته، ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي مخکې له مخکې ورکوو. د
بس ان شاء الله چې ټول هیوادوال به د خوشحالۍ او د آرامۍ او سوکالۍ اختر ولري. زنده باد افغانستان، زنده باد اسلامی امارات. زنده باشی بیادر، سلامت باشی، خودتان آمیدتان پیشا پیش مبارک باشه، یک عید پر از خوشی و صمیمیت داشته باشی. تشکر، زنده باشی. بخیر، سلامت باشی. سلام علیکم بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ خوب هستین، بخیر، صحتتان خوب است؟ سلامت باشی. اسمتان؟ باشنده کدام؟ اسمم ظفر است، از باشنده کابل هستم. باشنده کابل هستی. خودت چی کار میکنی؟ خودم در بخش تذکره الکترونیکی همینجا ما دکان داریم، غرفه و مردم تذکره که میگیره ثبت نام میکنیم. خب بسیار خوب. آمدید از خود چی آمادگی‌هایی گرفتی؟ والا آمادگی خاص خب فعلا نگرفتیم، خب مردم آمادگی میگیره به خاطر دیگه میرنگ خانه بود و لوازم خانه بود دیگه، میوه خشک است، میوه تازه است، مردم میگیره به خانه دیگه. همیار کمتم گرفتیم دیگه. امروز هم برآمدیم کمتم سودا را امروز بگیریم. سودا گرفتن آمدین خودتان؟ بله امروز آمدیم کم سودا به خود بگیریم، به خانه بگیریم. چی تصمیم داری که بخیر در روزای چکر بودی یا که فقط در خانه می باشی؟ والا اولی مردم زیادتر در خانه می باشند و دوم و سوم خانه خیش قوم یگان دوست میرن و سوم و چهارم یگان جا چکر بره و میشه گپ نیست که یگان روز آدم اول و دوم میدم بره چون که برادرای دیگه در خانه می باشه چکر هم بریم امکانش هست. در اخیر اگر یک پیام میدی داشته باشی؟ پیام خدا رو میدیم به دولت خود دارم، هم به مردم خود دارم و هم از دولت خواهش دارم. خب بفرمایید. از دولت می خواهشم است که به دخترای مکتب خصوصا برشان باز کنند و به می خبرنگارای ما شما که زحمت میکشه از هر طرف شهر گوشه شهر خبر جمع میکنه به مردم و به یا حمایت شود از طرف دولت برشان کمک شود و به مردم خودمی خواهشم است که می چیزی را که استفاده میکنن در روزای عید میخورن، نوشابه یا بسکت یگان و غیره و می جنگلی یا شدری سرک و در کوچه ها نندازن، چون که می شاروالای صاف و پاک میکنن اما به تکلیف نشن، سفیده و کاکا یا می باشن. زنده باشی. سه پیام مختلف اما بسیار پرمعنا. زنده باشی، بخیر باشی، سلامت باشی. سلامت باشی. هموطنان نازنین، طوری که شما در جریان برنامه مشاهده کردید، امروز ما آمدیم در بازار مرادخانی شهر کابل. بیشتر صحبت‌های شیرین داشتیم با هموطنان نازنین ما در رابطه با تدابیر امنیتی و همچنانی که چقدر آمادگی ها گرفتین به خاطر عید و یک تعداد از هموطنان ما که میخواین به ولایات سفر کنند با اعضای فامیلشان و روزای خوش عید سپری کنند و همچنانی که بیشتر هموطنان نازنین ما با پیام‌های بسیار خوب و اساسی داشتند در رابطه با پاکی شهر و همچنان در رابطه با باز شدن مکاتب، در رابطه با تدابیر امنیتی بسیار پیام‌های نیک خوب داشتند. خدا کند که برنامه‌ای که ما تهیه کردیم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و ما هم ناگزیر هستیم که برنامه خود در همینجا به پایان برسانیم. برای دیدن بیشتر برنامه‌های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم بیننده باشین، لایک و سابسکرایب فراموش نکنین و برای تماشای بیشتر برنامه‌های ما کامنت های زیبا بنویسین. ما هم ناگزیر هستیم که همینجا برنامه خود به پایان برسانیم. تا برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدارتان.